در افغانستان تمام شماره‌های موبایل از کد مثبت 93، در ایالات متحده آمریکا از مثبت 1 و از ایران و مثبت 98 شروع می شود. اما تا به حال فکر کرده اید که چرا این طور است؟ آیا هر کشور به طور دلخواه کد تلفنی برای مردم خود انتخاب می کند یا همه اینها توسط سازمانی به طور منظم کنترل می شود؟ به کانال فردا میدیا خوش آمدید. برای حمایت از ما کافی است که کانال را سابسکرایب کرده و دکمه آگاهی را فشار دهید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید و همچنان یک بار ویدیوهای قبلی را نیز ببینید که بسیار زیاد جالب و آموزنده می باشد. این طور نیست که هر کشور دلبخواه خود یک کد تلفنی را انتخاب کرده و در پیشوند شماره تلفن مردم کشور خود اضافه کند. تمام این کدها به ترتیب توسط سازمانی و کشورها به طور منظم داده میشه. نام این سازمان اتحادیه بین المللی مخابرات می باشد که به طور اختصار به ITU گفته می شود. سازمان ITU تمام جهان را به 9 منطقه تقسیم کرده است و هر منطقه یک کد پیشوند خود را دارد. شروع میکنیم به این منطقه را نام میگیریم. منطقه اول برنامه‌ریزی شماره‌گیری آمریکای شمالی یاد میشه که به اختصار NANP یاد میشه. این منطقه شامل کشورهای شمالی قاره آمریکا می باشه مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، باربادوس و جامائیکا و تمام کدهای کشورها از مثبت 1 شروع می شود. منطقه دوم شامل کشورهای آفریقایی است. برای این کشورها سیستم یک کد 3 رقمی داده است که رقم اولشان از مثبت 2 شروع می شود. مثلا کد موبایل نایجریا مثبت 234، از اوگاندا مثبت 256 می باشد. اما منطقه سوم و چهارم شامل کشورهای اروپایی میشه که کدهای کشورها از مثبت 3 و مثبت 4 شروع میشه. کد بعضی از این کشورها 3 رقمی و بعضی از این کشورها 2 رقمی می باشه. مثلا کد شماره تلفنی آلمان مثبت 49 و از ایرلند مثبت 353 می باشه. منطقه پنجم شامل کشورهای جنوبی قاره آمریکا میشه و کد شماره تلفنی این مناطق از مثبت 5 شروع میشه. مثلا کد تلفنی کشور پیرو مثبت 51 و از کلمبیا مثبت 37 می باشه. منطقه ششم شامل کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیا میشه که این کشورها از مثبت 6 شروع میشه، رقم اول کد کشورشون. کد شماره تلفن کشور استرالیا مثبت 672، از زیلند جدید یا نیوزیلند مثبت 64 می باشه. و اما منطقه هفتم شامل کشورهای عضو پیشین اتحاد شوروی سابق می باشه که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به استقلال رسید. رقم اول کدی کشورها از مثبت 7 شروع میشه. مثلا روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و بلاروس. منطقه هشتم شامل کشورهای آسیای شرقی میشه و کدهای تمام این کشورها از مثبت 8 شروع میشه و کدهای این کشورها 2 رقمی و 3 رقمی می باشه. مثلا کد کشور هنگ کنگ مثبت 852، از کره مثبت 82، از چین مثبت 86 می باشه. و بالاخره منطقه نهم منطقه خود ما می باشه که شامل کشورهای آسیای جنوبی و خاورمیانه میشه و کد تمام این کشورها از مثبت 9 شروع میشه. مثلا کد تلفنی کشور عزیز ما افغانستان مثبت 93، از ایران مثبت 98، از هند مثبت 91، از بوتان مثبت 97، از قطر مثبت 974، از عربستان سعودی مثبت 966 می باشه. اگر به این نقشه شما دقت کنین با آسانی میتونین تشخیص بدین که کدهای تلفنی کشورهای مختلف و رنگ‌های مختلف نشان داده شده است و شما با آسانی میتونین تشخیص بدین که کد تلفنی کدام منطقه، کدام کشور و کدام عدد شروع میشه. تا ویدیوهای بعدی خدا حافظ و نگهدارتان.